دوستان دیدید که مشاهده کردید که چیز داخل ازی مقاله چیزی بودن بریم چیکار کنیم؟ ببین کلا مشاهده که صداهای عجیب غریب میاد از داخل غار نمیدونم چیه. بعدش هم که باز نگاه کن رفته هستم از اونجا با یک دادم میترسه که چیز دیگه چی میشه صدای سلام سلام علیکم خدمت دوستان عزیز و بینندگان محترم که ما را از چینل یوتیوب لبخند پلاس یا از هر صفحه فیسبوک و هر جایی که بیننده هستید امیدوارم جور و صحتمند و سلامت باشید. این ویدیو را تا آخر با ما همراه باشید. میخواهیم یک جای دیدنی بسیار زیبا را از مناطق زیبا و جای دیدنی و مال بامیان را به شما نشان بدیم و بسیار اینجا شنیدیم یک مغاره عجیب و بسیار پر از رازها و رمز و نهفته است که امروز میخوایم اونها را به شما نشان بدیم و نمایش بکشیم. پس ویدیو را تا آخر با ما همراه باشید و ما را حمایت بکنید تا از ویدیوهای بعدی ما بهره مند شوید و چینل ما را سابسکرایب کنید و اون زنگوله را فشار بدید تا ویدیوهای بعدی ما را از دست ندهید. پس بیننده باشید که ما اینجا الان شما را نشان بدیم که کدام طرف میریم و این غار را به شما نشان بدهیم. باز چیزی بسیار یک جای عالی و زیبایی است که جایتان خالی. امروز آمده بودیم اینجا برای گردشگری و تفریح و برای تهیه این گزارش و یک مستندسازی کوچک ناچیز در حد توان که میخواهیم برای شما ارائه بدهیم و شما هم بیننده این ویدیو تا آخرش باشید. همونطوری که دوستا میبینید بازم اینجا خلاصش در دهن از یک مغاره رسیدیم و بعضی از دوستای ما که بالا معلوم میشه از راه میانبور استفاده کرده چون اونا بسیار کوهنوردای عالی و خوبی هستن. باز تانسته برم باز ادامهش هم نگاه کنید. آره دوستان همونطوری که به شما گفته بودیم جلوی این مغاره رسیدیم که بسیار یک جای هیجان و واقعیتش یک جایی که اول ببینی جای ترسناک هم است. همین غار که گفته باشم باز این غار در ساحه ولایت بامیان موقعیت داره که معروف به غار شوره گفته می شود. باز همین جلوی در غار است که اینجا می بینید و باز تا آخرش نگاه کنید. ما داخلشان هم می رویم و قسمتی از داخلیشان را هم به شما نشان خواهیم داد. فقط تا آخرش بیننده باشید. باز داخلش ناگفته نماند خیلی جاهای ترسناک و دیدنی هم است. باز قسمت ها جلوی اول مغاره است که برای شما نشان میدهیم. نگاه کنید الان این قسمت ها هم خانه پرندگانه که انگار بسیار کودی از این پرنده هاست. یک پناهگاه خوبی برای این پرندگان هم وجود داره که همیشه هم اینجا اونا سکونت دارد. دوستان عزیز همینطور ادامه دارد از ادامه مغاره بریم یک جای بسیار زیبا و دیدنی و وحشتناک هم هست که اول قسمت هم نشان دوستا بدیم که در اینجا اینا چیه؟ یک جاهای بسیار عجیب و غریب و واقعا که عجیب و غریبه هستن. گاشی باز نگاه که دوستا از این قسمتی بسیار کوچیک و باریک هم میخوایی که رد شویم. بسم الله. اینجا خیلی چقدر معلوم باشه کدام حیوانات و کدام چیز هم زندگی میکنه احتمالاً چون به خاطر کنده است. همین سوراخاش نگاه کنید اینجا کنده و چیه باز زمین حالی در کامرا معلوم میشه کشم فلش روشن سوراخی میبینید که همینطور سوراخی بسیار کوچیک از اینجا باید رد شوی. خب مثلا بیا هم یا مراقب سر خود باشد که بسیار یک جایی وحشتناک و خطرناک هم است. بیا میتونی بیایی؟ بری نشان بدی همینطور جاهای باید از این درزهای کوه باید بریم بالا. بیا بسم الله.
نگاه چه جاهایی تونلای معلوم کجا رفته این سنگ ها فکر کنم که محکم شده تکیه کده بریم اوه شاید اینجاش با اون تاریکی اون باریکی چیزی همونیم در کجا رسیدیم خب نگاه یعنی اون طرف بنداز طرف کامera رسید نگاه کن اون بالاها اوه اینا چیه خفاش چیه خفاشه بسیار میترسه اگر سر صورت آدم نزنه خب اینجا آویزانه میترسه مراقب صورت خب باشه خب باری بسم الله اینجا فکر کنم از آب چکیده که کدام چیز میچکه کدام مایه فکر احتمالا آبه ایناش هم رطوبت داره نمناکه این کد چی هست معلوم نیست کدام چیز اینجا زندگی این بالاها نمناک آب داره رطوبت آب اوه سرخه چیه؟ ماشو بخوری بریم از این راهش اسم پایینه فکر کنم هزاران متر زیر زمین میریم دوستا خدا میدانه اونجا چی هست تو این زیر زمین بسیار جاها نگاه کن نگاه بنداز اوه چقدر قشنگ آمده اینجا واه اوه نگاه اینجا چقدر زیاده از ما اوه مش خفاشه میترس آدم اگه چی کنه میزنه سر صورت چشم میزنه اینا اینجا چی کنده معدن ده نظرم کسی به جای معدن پیدا کرده با انسانه آه معدن اینجا چی کار میکنه خیلی عمقش پایینه 1 متر بیا بریم اینجا زیاد نکنیم ترس نکنیم چشم دیگر میکنه بکنم چی نبود چشم معلوم میشه خیلی عشق خب باری بالا بازش رده های کو بالا میریم تا برسیم در راه های دیگرش اینجا دیگه راه بسته شد چی شده؟ نه هسته باری کم بالاتر باری اینجاست؟ نه بالا باری دست چپ راست اینجا آه نه اوه این سنگا مینداز چه چیزای عجیبی ها گچه اینا کلا نه خواهی باش این سنگا سریع برخورد نکن خیلی سنگای بده نگاه ببینید نگاه کن باز جایش بزرگ شد جای بزرگ باز کرد باز گل نکن ماشین خواه سیکو سر جاهای لوکس و دیدنیه اینجا نگاه کن این چیه دیگه نگاه کن این دیگه چیه گنبز چیه گنبز نگاه رقم شبیه از این گنبز ها میمونه احتمالا از این یا خودش کسی درست کرده معلوم نیه یا چکیده یا که از بالا یا از زیر زمین جا شده ولی یک چیزای عجیب غریب سنگش خیلی عجیب نگاه بنداز اینجا دیده سنگ خیلی عجیب داره نه زرد نسبتا مانند نبات زرد است بعدش هم اینجا هاش آب اینجا نه آب چکیده این پایین نشان بده این پایین نه این آب میچکه از بالا ولی آبش شد این سنگ باید تولید میشه کنار بهتر همین بیشتر بهتری جلی جیگانا اسنار از اینا رو میده نه اوه این پایین چقدر رومش سیاده نکن میزنه تو صورت خب باشه بعدش
نگاه کن پشت ها رو. جاهای مرد جا پایین از این دوستا هسته که اونجا چی میکنه دیگه این طرف بیار بزن دیگه همینطور دوستای عزیز این هم بود از این گزارش از ما برای شما که سر گزارش جالب دینی تا حد توان برای شما دوستان تهیه کردیم باز هسته جواب دیگه شما رو تهیه خواهیم کرد دیگه